در دوره همکاری‌های متقابل سودمند جمهوری تاجیکستان و جمهوری هندوستان، یک هیئت روزنامه‌نگاران از کشورهای اوراسیا از جمله تاجیکستان جهت شناسایی از جمهوری هندوستان از مکان‌های تاریخی و فرهنگی چنین چندی کارخانه و مؤسسه‌های این کشور بازدید نمودیم. تاج محل از پرآوازه‌ترین بناهای جهان و آرامگاه زیبا و باشکوه است که در نزدیکی شهر آگرا و در 200 کیلومتری جنوب شهر دهلی واقع شده است و یکی از عجایبات افغانه جدید دنیا به شمار می رود. برای زینت و آرایش تاج محل 2000 استخوان فیل استفاده گردیده است. این یادگاری در روی عالم همچون معجزه ناتکرار شناخته شده است. تاریخ بنیاد آن خیلی عجیب است. پادشاه کشور شاه جهان زوجش ممتاز را به حد دوست می داشت. ممتاز محل خیلی جوان از دنیا چشم می پوشد. شاه جهان از مرگ همسر غمگین و آشفته حال می شود و می خواهد که به پس خاطر او یادگاری جاویدان و زیبا و ناتکرار بنیاد نماید. مجمع تاج محل یکی از معروفترین اماکن تاریخی و سیاحی دنیا به شمار می رود. تاج محل را در عصر 17 شاه جهان به خاطر همسرش ممتاز ساخته است. تاج محل در همان زمان با اسلوب خاص معماری ساخته شده است. در آن زمان بهترین معماران از گوشه و کنار عالم گرد هم آمده این مجمع زیبا را بنیاد کردند که امروز مشهور و معروف گردیده است. هر نفری که به هندوستان می آید از تاج محل بازدید می نمایند. تو میری سبسه گزارش ہے انڈیا آئے هندوستان آئے اور تاج محل. برای عملی شدن آرزوهای شاه جهان معمار معروف هند اوستا ایسا را دعوت می نماید. معمار لایحه مقبره تاج محل را می کشد. سپس با کمک او معماران استانبول، سمرقند، لاهور، سنگتراشان دهلی و قندهار، آرایشگران بخارا، دمشق، بغداد، شیراز می آیند. در بنیاد تاج محل 18 سال زیاده از 20,000 نفر کارگر، رسام، نقاش، کنده‌کار زحمت کشیدند. پایداری که تاج محل در روی آن قرار دارد در ساحل رود جمنت جای گرفته است. این عمارت با مرمر سفید رویکش شده آن 74 متر بلندی دارد. دیوارهای تاج محل از مرمر سفید بوده، رویش با سنگ‌های قیمت‌بهای زمرد، عقیق، کهربا و غیره ساخته شده است. تاج محل از روی شهامت زیبایی، نفاست بدیعی و آرایشات گرانبها، بندوبست مکمل و تناسب دلربای تر یکی از معجزه‌های عالم به شمار می‌رود. تاج محل نه تنها کامیابی و بازیافته هنرمندان هند بلکه تجسم عنعنه بای و نازکی‌های صنعت معماری آسیای میانه و ایران میباشد، چون که با همدستی معماران و هنرمندان این کشورها بنا یافته است. در 4 کنج عمارت 4 مناره موزون ساخته شده است. دیوار بنا از ریگسنگ سرخ بوده، گنبدهایش از مرمر سفید است. شبانگاه گنبد مرکزی معلق به نظر می رسد. روی دیوارها وابسته به هوا و وقت تغییر جلو می کنند. آرایشات داخل تاج محل نفیس، دلربا است و گویا تمام فرش و دیوارهای آن قالین پوشند. آرامگاه ممتاز کنده‌کاری نهایت جالب دارد. آن با سنگ‌های قیمت‌بهای لاجورد نیل آرایش یافته است. مقبره تاج محل دردانه نادر صنعت بوده، از معجزه آفر بودن دستان انسان گواهی می‌دهد. گولکنده یک قلعه تاریخی است که در کنار غرب حیدرآباد هندوستان جای گرفته است. قلعه در ابتدا از جانب حاکم کاکاتیا پرتاپارودرا در عصر 11 از دیوارهای گلین ساخته شده است. از سبب در نزدیکی کانهای الماس، مخصوصاً کان کالور، گولکنده همچون مرکز سودای الماس‌های کلان با نام گولکنده دیاماندز معروف بود، چنین نام گرفته است. قلعه گولکنده تا حال ترمیم نشده است. مجمع از جانب یونسکو در سال 2014 با نام یادگاری‌ها و قلعه سلطنت دکن به یک مکان میراث جهانی داخل کرده شده است. بنا به سرچشمه‌های تاریخی، قلعه گولکنده را به عصر 11 ربط می‌دهند. آن در ابتدا یک قلعه خرد گلین بود که از جانب پرتاپارودرای امپرای کاکاتیا ساخته شده است. قلعه بعدتر در سال 1518 از جانب سلطان قلی از امپریای قطب‌شاهی به یک قلعه مستحکم تبدیل داده شد و شهر پایتخت سلطانی گولکنده اعلام کرده شد.
قلعه گلکنده از 4 قلعه جداگانه 8 دروازه با یک قطار خانه‌ها و تالارهای شاهانه، معبدها و مسجدها عبارت میباشد. دروازه بلحیصار درآمدگاه اساسی قلعه میباشد که در طرف شرق جای گرفته است. رینیو پاور پرایوت لیمیتد کارخانه غیر دولتی است که با استفاده از آفتاب و شمال برق استحصال میکند. کارخانه مذکور در سال 2011 تأسیس یافته است که یکی از کلانترین استحصال کنندگان نیروی برق در هندوستان به شمار می رود. از آغاز فعالیت در سال 2011 با استفاده از شمال نیروی برق استحصال نموده در سمت تامین نیروی برق سهم نظر است دارد. من عظیم امیدی هستم از قراردادگذاری تصنیم از کشور ایران با گروهی از خبرنگاران و همکاران در حوزه اوراسیا به هند اومدیم. یکی از جایی که برای بازدید و معرفی اومدیم سازمان غیر انتفاعی یا خصوصی رینیو هست که در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر دارن کار میکنن و آنچه که پشت سر من مشاهده میکنید اتاق کنترل این سازمان هست که شامل تولیدات و آمار مربوط به تولیدات بادی و انرژی‌های تجدیدپذیر مثل خورشید هست. کنار این از سامانه‌ها و سیستم‌هایی که برای کنترل هوا و باد استفاده می‌کنند از اینجا قابل مشاهده هست که اطلاعات دقیق و پیشبینی‌های تا 7 روز آینده رو کارشناسان اینجا دارن و میتونن در مناطقی که مزارع مربوط به تولید انرژی‌های تجدیدپذیر اینجا تعبیه کردن توش پیشبینی کنن و انرژی‌های مربوطه رو بتونن به صورت بهینه تولید کنن. رینیو یکی از بزرگترین شرکت‌های انرژی برقرار شونده در سراسر جهان است و در ماه اکتبر سال 2019 اولین شرکت استحصال برق در هندوستان است که در سراسر جهان اعتراف گردیده است. اقتدار کنونی رینیو با استفاده از اقتدارهای موجود در سال 2022 تقریباً 4.7 میلیون خانه را در سراسر هندوستان روشن می‌کند که 0.5% پرتوهای کربن را در هندوستان کاهش می‌دهد. این آثارخانه بزرگ نخست وزیران جمهوری هندوستان است که در اینجا از سال 1946 تا این دم ارشیو تمام کارنامه‌های نخست وزیران جمهوری هندوستان جمع آوری شده است و همه روزه از این آثارخانه هزارها سیاحان و مهمانان خارجی بازدید می‌کنند که برای خویش معلومات‌های مفید را در مورد تاریخ هندوستان حاصل می‌کنند. در دوره سفر همچنین از آثارخانه سروزیران هندوستان بازدید نموده اطلاع داده شد که در آثارخانه مذکور تمامی کارنامه‌های سروزیران که طول فعالیت پرثمر انجام دادند در این آثارخانه به معرض تماشا گذاشته شده است. در جریان بازدید هیئت مهمانان رسمی از این کشور همزمان به این آثارخانه تشریف آورده از کار و پیکار سروزیران این کشور معلومات دریافت می‌کنند. این هم یکی از راه‌های تبلیغ و تشویق تاریخ و فرهنگ این کشور برای مهمانان خارجی و سیاحان به شمار می‌رود. پرس تراست آف ایندیا که معمولاً با نام PTI معروف است، بزرگترین اجنسی اطلاعاتی در هندوستان است. اداره مرکزی آن در دهلی نو جایگیر است و در بین زیاده از 500 روزنامه هندوستان یک کوپراتیو غیر تجارتی می باشد. پرس تراست آف ایندیا یکی از اجنسی‌های اطلاعاتی غیر دولتی بوده 728 ژورنالیست را گردی هم آورده است که همه روزه از سراسر کشور هندوستان برای مردم خبرهای تر و تازه را تهیه و پیشنهاد می‌کند. باید گفت که همچنین این خبرگزاری در تمام کشورهای خارج از کشور نیز نمایندگی خود را دارد که همه روزه از آن کشورها خبر و گزارش‌ها را برای مردم هندوستان تهیه و پیشنهاد می‌کند. همچنین طبع اطلاع دادن این اجنسی در همکاری با اجنسی‌های دولتی نیز همکاری خوب را براه مونده، همیشه در مورد خبرهای تر و تازه با هم همکاری‌های زیچ را انتظار هستند. آن تا 1 ینور سال 2022 زیاده از 500 کارمند دائمی داشت و از جمله تقریباً 400 روزنامه‌نگار. آن اینچنین در اکثر مرکزهای نواحی کشور تقریباً 400 خبرنگار منطقوی دارد. PTI اینچنین در پایتخت‌های بزرگ و مرکزهای مهم تجارتی سراسر جهان مخبران خود را دارد. آن فراگیری اخبار و اطلاعات منطقه را هم با زبان انگلیسی و هم با زبان هندی پیشکش می‌کند.
قبل از همه شما را به این اجنسی اطلاعاتی خوش آمدید میگوییم. کامیابی بزرگی اجنسی اطلاعاتی ما این اعتمادناکی مردم به اطلاعات ما می باشد. مشتریان اجنسی ما به فوریت و عاجلیت اجنسی ما باوری کامل دارند. بعد از به دست آمدن استقلالیت هندوستان، روزنامه ها نتوانستند خراجات خود را پوشانند. تصمیم گرفتند که اجنسی اطلاعاتی تأسیس داده شود. تقریبا 100 روزنامه گرد هم آمدند و سال 1947 اجنسی اطلاعاتی را تشکیل نمودند. من فکر میکنم که مقصد هر یک اجنسی اطلاعاتی این رسانیدن اطلاعات دقیق است و چگونه این اطلاعات زندگیت را دیگر خواهد کرد. این است توجه مخصوص هر یک اجنسی اطلاعاتی. PTI با یکچند اجنسی‌های دیگر اطلاعاتی از جمله 100 اجنسی اطلاعاتی بیرون از هندوستان از قبیل اسوسییتد پرس، فرانس پرس، نیویورک تایمز و بلومبرگ مبادله اطلاعات می‌کند. راموجی سیتی فیلم در شهر حیدرآباد هندوستان واقع گردیده همه ساله چندین فیلم ها را اینجا به نوار میگیرند که در این شهر تمام شرایط ها برای گرفتن یا برداشتن فیلم مهیا کرده شده است. حتی تا فرودگاه اینجا ساخته شده است که مهمانان میتوانند در وقتی که فیلم را به نوار میگیرند از آن فرودگاه استفاده نمایند و همچنین خانه های بنیاد شده است که اونجا فکر میکنید که اینجا الکی یک شهر دیگر است، ولی این شهر راموجی سیتی در شهر حیدرآباد هندوستان است. فیلم استودیو راموجی یک استودیوی فیلم در حیدرآباد هندوستان است که به یکی از 3 صنعت کلانترین سینمای هندوستان تالیوود تعلق دارد. مساحت آن تقریبا 2000 هکتار را تشکیل می‌دهد که یک از بزرگترین شهر فیلم در جهان محسوب می‌شود. آن اینچنین یک مکان تماشاباب طبیعی و صنعی از جمله باغ تفریحی همچون یک مکان مشهور سیاحی و استراحت خدمت می‌کند. هر سال زیاده از 1 میلیون سیاح به راموجی فیلم تشریف می‌آورند. استودیو سال 1996 پرودیوسر هندی راموجی راو رهبر شرکت راموجی گروپ تأسیس داده است. در آن 500 فیلم، تقریبا 50 مرحله فیلم، مکان‌های نواربرداری، لابراتوری‌های بلند تکنولوژی، فیلم‌های اصلی موجودند. در این گونه خانه‌ها نمایندگانی که در فیلم اولوی اشتراک می‌کنند در اینجا اقامت می‌کنند و تا تمام شدن فیلم در همین خانه استقامت کرده فیلم برداری کرده می‌شود. و بعد گفت که شاید در این بینای زیبا جوی چاولا و دیگر اکتوران یا اکتریسه ها در اینجا زندگی و فیلم برداری کرده باشند. اینفراستراکتور عظیم شهر فیلم اینچنین مدل های فرمایشی و مجموعه های قبلا ساخته شده را در بر میگیرد که از جمله نسخه های فرودگاه و بیمارخانه، شرشره های صنعی، معبد های هندوها، کلیساها و مسجدها، داخل قصرها و حتی شهرهای پرپیچ و تاب را در بر گرفته است. ما در فیلم استودیوی راموجی قرار داریم که یکی از کلانترین شهرهای سینما در عالم محسوب می شود. این زمین از جانب پرودیوسر راموجی راو سال 1991 خریداری کرده شده است. راموجی راو فعالیت خود را همچون روزنامه‌نگار شروع نموده به زینه‌های پرودیوسر و دیرکتور می رسد و به تأسیس شهر سینما کمر می بندد. این شهر راموجی در تلنگانه حیدرآباد واقع گردیده است. وقتی شما به تلنگانه تشریف می‌آورید حتما از شهر سینمایی راموجی بازدید. راموجی همه چیزی را که در روند 3 سال فیلم لازم است پیشنهاد میکند. کامراهای فیلم و تجهیزات نواربرداری، کاستوم ها و ریکویزیت ها، تجهیزات زمانوی و تجهیزات نوترین برای 3 سال فیلم و تلویزیون مهیا نموده است.